این چه وضعیه؟ چرا اینجوری نشستی؟ مگه اینجا صاحب نداره؟ مگه اینجا مراجعه کننده نمیاد؟ لنگ تو روی میز جمع کن. چه غلطی کردی پدر سوخته؟ وسط نظمیه همایونی برای رئیس نظمیه عربده میکشی؟ پدر سوخته ی ارتنگ بدم از زبان آویزانت کنند. بیایید این پدر سوخته را ببرید از زبان هم آویزانش کنید. حکم ویژه، حکم ویژه. چه غلطی میکنی پدر سوخته؟ حکم ویژه، حکم ویژه. قربان میفرمودید وسایل پذیرایی فراهم میکردید. بنده مأمور ویژه قبله عالم و مسئول برگزاری مراسم ازدواج شاه هستم. بله؟ بله قربان. بله قربان. خب میدونی به موجب این حکم تمام دستورات من لازم الاجراست. اینو میدونی؟ بله قربان. خوبه، خوب میدونی اینا رو. خیلی چیزا رو خوب میدونی. بشین. پاشو. بشین پاشو. بشین پاشو. بشین پاشو. خب فردا شب مراسم ازدواج هستش، میدونی که. بله قربان. به موجب این مراسم تمام عملیاتی که قبلا انجام میدادی مثل فلک کردن، باج و خراج، مالیات، نسق‌گیری و اینا تعطیله. بله. الان خیلی از آسمان داری هرس می‌خوری نه؟ نه خیر قربان. دوست داری سر به تنم نباشه نه؟ نه خیر قربان. اینجوری به نظر میرسه میخوای منو خفه کنی؟ نه خیر قربان. خب وظیفه شما حفظ نظم و آرامش مجلس هستش، میدونی اینو؟ بله. اگر اتفاق بیفته یا شلوغ کاری بشه، بخوان مراسم بزنن، سر و صدایی بشه، باد بیاد، یهویی هوا ابری بشه، مسئول تو هستی. بله قربان. بله قربان. خب بغل هر کدوم از سفرا و مهمونای خارجی یه دونه مأمور میذاری باشه. اما ما برای فراهم کردن این همه نیرو پول کافی نداریم قربان. حالا ببینم اگه پسر خوبی باشی یه کاری برات میکنم. سپاسگزارم قربان. اینجا هم مهمونتون پذیرایی نمیکنید؟ چای بیاورید برای مستشار امروز پدر سوخته. حمال داری به مأمور ویژه قبله عالم تو روز روشن رشوه میدی اونم چایی؟ نه خیر قربان. چای نیاورید پدر سوخته. خوبه. میدونی که شاه به من گفته اسپت جنازه تحویل بگیر. بله قربان. بشین. پاشو. بشین پاشو. بشین پاشو. میخوای خفم کنی نه؟ نه خیر قربان. پدرت رو در بیاورم. مستشار ملک پدر سوخته با اون خیافت از زمان میزنت میکنم. پدر سوخته مستشار ملک نازنین قربان آن خیافت بروم. پدر سوخته بلد الملک پدرت رو در بیاورم. جناب مستشار ملک تشریف آوردن و تو مسیح